سلام دوستا، خوش آمدین به چینل ما. امروز میخوایم طرز تهیه روش براتون نشان بدم. انشاءالله که خوب صحتمند باشین. موادی که ما اینجا پیش خود داریم گوشت است. خمیر باز داخل میبینید که به خاطر چی خمیر کردیم. اینجا مساله است، مرچ سیاه، تخم گسنیچ است، نمک به مقدار ضرورت و اینجا روغن زیتون استفاده میکنم. مقدار ضرورت زیاد نیست به خاطر گوشت خودش نسبتا چرب است. مرچ دلمه است، مرچ سرخ است، رومی است و همراه سیر. و اینجا که دیگه موندی و در دیگ باید از مسائل که داشتیم بسیار خوب میشه دیگه نمیشه. از مسائل باید سرز بکنیم. قسمه که میبینیم من توتا میکنم. گوشت باید به اندازه خودتون که هر چقدر میخواین توته کنین. ما یک قسم توته کردیم و کم به داخل دیگ میمونیم. قسم لا بلا کم کم روغن میزنیم. و نمک به مقدار ضرورت. البته کم کم پرتیم که در چند لایی که میگیریم گوشت میبونیم امروز دیگه چیزها زیاد نشه، شور نشه رفیقی. و اینجا مرچ سیاه است بندازیم. رو میره توتا میکنیم. و قسم رو میرم در لابلاش میمانیم. زیاد خورد نباید باشه سیر، باید نسبتاً کلانتر باشه. و همین قسم مرچ دلمه را به اندازه خرد کنین. قسمی که در ویدیو میبینین دوستا هر کس به طرز تهیه خود تیار میکنه. ما به طرز تهیه و قسم خود که خودمون میخوریم تیار میکنیم.
باز گوشت میبریم. و پس هم قسم مچ مساله و یارم اندازیم. بعد دیگه روغن هم اندازیم بخاطر که زیرش انداخته بودم کم بیر، یعنی اما روغن که بیشتر بود بس از که خود گوشتم نسبتا چرب است. موجود دنباله چیزایی که بود پس رومی یارم میبانیم. سیر رومی را پس خمیر را که بیشتر براتون گفتم قسم باید بکنیم. و این قسم در دیگ میگیریم. و فعلا کار ما خلاص شد تا میجه بود دیگه سرپوش سرش میبانیم. و این قسم شما میبینید سرپوش در سرش ماندیم خوب محکم شد. در روی منقل داشتن درجه حرارت 5 میبانیم. این سر منقل ابد سر داشت مانده میشه و درجه 5 ما میبانیم دیگه بر 1 ساعت پخته شوه. اگر که کم خواب ماندید میتونین بر نیم ساعت دگان بانین نظر به اینکه چه رقم شده گوشت. دوستان بعد از 1.5 ساعت بعد چیز کم تقریبا دیگه ما پخته شد. دیگه سرش نواز میکنیم. دیگه دوستان میبینین بسیار مزه‌دار تا چندین بار آماده کردیم و بسیار رنگ رو خوبی. چون یک کمک سلات بر خود تیار کردیم دیگه با شما که قسم خواستین نوش جان کردین. و این یا از روش مزه‌دار یک بار امتحان کنین. بسیار مزه‌دار میه، خوب است، کم چرب میه، مزه میده بسیار.